این هفته خبر تو خبر داره براتون از ولی فقیه رو به موتی که تو بحبوحه بزبیاری های منطقه‌ای و تو پوزی خوردن های زنجیره‌ای به ناگهان سر و کلش پیدا شد و بسیجی‌ها رو به یه روزخونی هشل-هفت مهمون کرد. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان طبیعت انتخابات را دادن نفس تازه به ملت برشمردند و افزودند برخلاف برخی تصورها مجلس خبرگان برای سالی 1-2 بار جلسه و سخنرانی تشکیل نمی شود، بلکه می خواهد روزی که رهبر فعلی در قید حیات نیست، رهبر یعنی کلیددار حرکت انقلاب را انتخاب کند و این مسئله بسیار مهم است. آخه ولی فقیه یه شبه، اگه کار این دایناسورا فقط همینه که تو میگی، پس این همه سال این همه آخونده مفخور تو مجلس خبرگان چه غلطی میکردن؟ ترشی لیته بار میذاشتن؟ اما داغ‌ترین خبر هفته از کار افتادن قلب راکتور عراق، اونم بعد از ارسال 11 تن اورانیوم بود. عظما لنگ و قدیفه رو داد تا تناب تحریما شل بشه، اما تناب سفت‌تر شد. یعنی بازی که قرار بود برد بشه به برد خورد تبدیل شد. 2 تا تذکر به رئیس جمهور دارم. یکی این که به وظایفی که رهبری در مورد برجام به ایشون تکلیف کردن عمل بکنن. الان با تحریم‌های به بهانه حقوق بشر و اینها اموال ملت داره غارت میشه و ایشون اقدامی انجام نمیدن. آیا ایشون هنوز هم بر این باورن که برد قضیه برجام یا همون برد و خورده که ما از روز اول میگفتیم؟ اما زرشک طلایی شاخدارترین دروغ هفته رو باید به این نماینده شوت مجلس آخوندی بدن که بعد از تحریم سپاه قدس توسط کنگره آمریکا یه چنین لافی اومد. و امروز همه اذعان دارند که اگر نقش و تلاش‌های سپاه قدس نبود، سایر کشورها مثل پاریس فرانسه شاهد رعب و وحشت و ناامنی می‌بودند. سپاه قدس مستحق اعطای مدال‌های رنگارنگ از سوی تمامی حامیان امنیت در سراسر جهان میباشد. به این میگن خالی بندی در حد لالیگا، یعنی از اوناست که سقف میاره پایین. یکی از مصادیق شکرخوری آخوندا بعد از فساحت سفارتگیری برکناری معاون امنیتی استانداری تهران بود. اما از اونجایی که این خبر خیلی بسیجی له کنه، خود استاندار مشنگ تهران اول انکار کرد. معاون امنیتی و انتظامی استانداری تغییر کرد و این تغییر باعث شد تا رسانه‌ها جویای علتش بشن. در این بین برخی حوادث مقابل سفارت عربستان رو علت عنوان کردن و برخی دیگه برکناری اون رو با گرایش‌های سیاسیش پیوند زدن و موضوع رو انتخاباتی دونستن. اما حسین هاشمی استاندار صریحاً میگه این تغییر از مدت‌ها پیش مطرح بوده و هیچ ارتباطی با این موضوعات نداره. اما وقتی توی این برنامه سخنگوی وزارت کشور زیر منگنه سوالات میره، به ناگهان سوت بلبلیش به کار میفته و اصل قضیه رو بالا میاره. اما معاونت امنیتی استانداری تهران یک بخشش به خاطر همین موضوع سفارت عربستان بوده کنار گذاشته شد. قضیه سفارتگیری اونم تو دوران پسا زهرخوری یه چیزی تو مایه دینامیت گذاشتن زیر ساختمون کلنگی نظام ولایت بود. یعنی بیشتر مایه ریزش تو درون نظام شد. این حجت الاسلام روانی هم هر بار یه تز جدید درباره روانشناسی کودک میده. مثلا این دفعه با الگو گرفتن از یکی از سران سرشکسته نظام میگه بچه اونه که سرش 7 بار بشکنه. خب بالاخره پا شکستن هم برای ما آدماست، کله شکستن هم برای ما اشکالی نداره. بچه موقعی ولو آخرش میفته سرش میشکنه، خب حالا بشکنه. ولی بدونیم، حالا من درباره یکی از شخصیت‌های بزرگ عرض بکنم که
وقتی دوره کودکی ایشون بررسی شده میگن ایشون فقط 7 بار سرش شکسته. احتمالاً منظورش از شخصیت سرشکسته این خرچنگ نظامه که رو پیشونیش رد 7 تا زخم مونده. این حجت الاسلام پیاز پوست کنم به یک کشف جدید درباره منبع تغذیه عظما نائل اومده و میگه چیزی که نظام و نجات داد سیم برقی بود که عظما به خودش وصل کرد. حضرت آقا یه جمله در آخر خطبهشون خطاب کردن به امام زمان، عرضه داشتن مولا جان، جان ناقابلی دارم، بدن ناقصی دارم، آبروی مختصری دارم، این را هم تقدیم شما میکنم. این سیم وصل شد، 9 دی ریختن به خیابونها، این آتش رو خاموش کردن. این آتش خاموشی نداشت، این مملکت رو میبلید، از بین میبرد. البته آخوند مشنگ خبر نداره که اون آتیش هنوزم خاموش نشده و این دفعه اگه ولی فقیه سیم برق رو وصل کنه دیگه اون تو بمیری نیست. حاجی شیکنبه تو تازه ترین نطقش درد و دلای آخوند جنتی رو واسه پامنبریاش رله کرد. اون وقتی که خوب میتونستم بخورم، خوب میتونستم بپوشم، نداشتم. اما الان که دری به تخته خورده و ثروتی نصیبم شده، نمیتونم بخورم چون معدم دیگه همه نوع غذایی رو قبول نمیکنه. نمیتونم بپوشم چون اون پوشش بر بدن من پیرمرد کمر خمیده پوشش لوسیه، جلب توجه نمیکنه. تازه ممکنه مسخرم هم بکنن، بگن آدم 80 ساله فکر میکنه دوماده. از اونجایی که همه خاطرات کوسه درباره شکرخوری‌های امامشه، اینو فرستادن تا یه خاطره درباره تخمه‌خوری امامشون تعریف کنه. چنان گفتن تنبل بی وجود ز گهواره تا گور حسش نبود. امام میفرمودن من تخمه نمیخورم چون هر باری که آدم تصمیم میگیره تخمه بخوره، میخواد تخمه بخوره ولی بعد یه دونه میخواد بخوره، 2 تا میخواد بخوره، گاهی تصمیم میگیره دیگه نخوره. هر بار که یه تخمه رو که تصمیم گرفته نخوره میخوره، یک بار ارادش به زمین میخوره و من نمیخوام ارادم به زمین بخوره. تو شورای شهر آخوندا توی تهران یه مشت لات و لومپن جمع شدن که هر کی صداش رو بالاتر ببره خطش پیش میره. مثل اینجا که رئیس این شورا قوانین رو توضیح میده. حالا اینجا بلند شدن و داد زدن، من بچه چاله میدون شمام و از شما بهتر برندم داد بزنم. تو نظامی که از ولی فقیه تا رئیس جمهورش همه بلا تکلیفن، دیگه تکلیف چراغ راهنمای رانندگی هم روشنه. اینجا رشته؟ من نمیدونم ما باید بریم یا باید وایسیم؟ نه بریم وایسیم؟ نه یه وردی بریم؟ نه وایسیم. نه ولش کن، وای میسیم بریم. نه قراره بریم. در پایان توجه شما رو به تلاش پدری جلب می‌کنیم که هیچ وقت فکر نمی‌کرد پوشوندن لباس به این 2 تا کوچولوی بازیگوش اینقدر سخت باشه.